لوسی و جاش کار فقط یه شغل نیست، یه رقابت و هیچ کدومشون حاضر نیست حتی یه قدم عقب نشینی کنه. ولی وقتی به خودشون میان میبینن درگیر حسی فراتر از رقابت شدن. The Hating Game. لوسی دختری مهربون و پر انرژیه که عاشق کتابه و توی یه شرکت نشر کار میکنه. شرکتی که در واقع از ادغام دو انتشارات رقیب به وجود اومده. از اون طرف جاشوا تمپلمن یا همون جاش همکار و در واقع رقیب مستقیم لوسیه. یه مرد خیلی جدی و منظم که تقریباً با هیچ کس صمیمی نیست. اون هم معاون یکی از مدیرای قبلی اون شرکت هاست. حالا که دو انتشارات ادغام شدن، این دو نفرم مجبورن توی یه دفتر کوچیک درست روبروی هم بشینن و با هم کار کنن. توی جلسه هلن و ریچارد که صاحب دو انتشارات ادغام شده هستن اعلام میکنن که قراره یه نفر از اعضای شرکت رو به عنوان مدیرعامل انتخاب کنن تا روی کار هر دو بخش نظارت کنه و به ریچارد و هلن گزارش بده. بعد از جلسه لوسی به آشپزخونه میره تا چای درست کنه و جاش بهش ملحق میشه. جاش معتقده که مدیرعامل بعدی خودشه، ولی لوسی کار رو مال خودش میدونه. بعد از کلی بحث کردن به این نتیجه میرسن که هر کس بتونه شغل رو بگیره، طرف مقابل باید استعفا بده. لوسی به خونه میاد و بعد از انجام دادن یه سری کارهاش میره که بخوابه. ولی خواب جاش رو میبینه که روی تخت کنارش و اون رو بغل کرده. این باعث میشه لوسی از خواب بپره و از چیزی که دیده واقعا متعجبه. فردای اون روز لوسی حسابی به خودش میرسه و یه رژ قرمز میزنه تا جاش رو وارد جنگ روانی کنه. ولی به محض ورود پاش لیز میخوره و روی زمین میفته. اون بلند میشه و برای اینکه جاش رو اذیت کنه بهش میگه امروز میخواد به یه قرار عاشقانه بره. جاش حدس میزنه لوسی راجع به قرارش دروغ میگه، ولی لوسی با اطمینان ساعت و مکان قرارش رو به جاش اطلاع میده. اون هم خودش رو از تک و تا نمیندازه و میگه چه جالب، منم دقیقاً امروز قراره به همون بار برم و اونجا میبینمت. لوسی که از لو رفتن دروغش ترسیده خیلی سریع به اتاق یکی از همکاراش به اسم دنی میره و ازش میخواد تا با هم بیرون برن. دنی هم که از لوسی خوشش میاد سریعا قبول میکنه. بعد از کار لوسی و جاش وارد آسانسور میشن. جاش پیشنهاد میده که لوسی رو برسونه، ولی اون قبول نمیکنه. اونا راجع به این بازی تنفری که بینشونه بحث میکنن و جاش از لوسی میپرسه آیا واقعا ازش متنفره؟ در همین حال لوسی ناگهان اون رو میبوسه. Do you really hate me? بعد از اون جاش رو میبینیم که داره لوسی رو به محل قرارش میرسونه، ولی از این موضوع ناراحته. پس لوسی ازش میخواد که ماشین رو نگه داره تا بقیه راه رو پیاده بره. اون به بار میرسه و دنی رو میبینه. بعد از کمی صحبت میخواد به دستشویی بره که جاش رو میبینه که به نظر میرسه کیفی که لوسی توی ماشینش جا گذاشته بود رو براش آورده. اونا با هم بحث میکنن و اون از جاش میخواد که اونجا رو ترک کنه و خودش پیش دنی برمیگرده. صبح روز بعد لوسی یه دسته گل دریافت میکنه که یادداشتی روش قرار داره که نوشته تو همیشه زیبایی. لوسی که فکر میکنه دسته گل باید از طرف دنی باشه، یه پیام تشکر براش میفرسته. توی دفتر کار به نظر میاد جاش برخلاف همیشه ظاهر آشفته‌ای داره و از لوسی راجع به قرارش میپرسه. اونم میگه قرار خوبی داشته و دنی پسر خوبیه و حتی براش گل فرستاده. در همین حین هلن و ریچارد وارد میشن و راجع به فعالیت گروهی که قراره همه انجام بدن صحبت میکنن. به نظر میرسه اونا پیشنهاد جاش که بازی پینتبال بوده رو انتخاب کردن و پیشنهاد لوسی رد شده که باعث میشه دلش بخواد جاش رو خفه کنه. همه با اتوبوس به محل بازی میرن و شروع میکنن به پوشیدن کلاه و تجهیزات. کمی بعد جاش به لوسی نگاه میکنه و به نظرش رنگ لوسی پریده. اون به پیشونیش دست میزنه و متوجه میشه که تب داره، ولی لوسی اصرار داره که باید بازی رو انجام بده و جاش رو شکست بده. در این لحظه جاش بهش میگه که در واقع اونا توی یه تیم هستن. اونا به دو تیم آبی و نارنجی تقسیم میشن و شروع به تیر زدن به هم میکنن. اونا همینطور که با جاش در حال دویدن بودن تیر میخورن و جاش خودش رو سپر قرار میده تا لوسی آسیب نبینه. لوسی کلاهش رو بیرون میاره و جاش متوجه میشه که کلی عرق کرده و حالش اصلا خوب نیست. همون لحظه اون روی جاش بالا میاره. لحظاتی بعد اونا به خونه لوسی میرن و به محض رسیدن به خونه لوسی حالش بد میشه و بالا میاره. اون
اون تب لوسی رو اندازه میگیره ولی به نظر میاد خیلی بالاست. پس به برادرش که دکتر تماس میگیره تا بیاد و اون رو معاینه کنه. همینطور که پاتریک در حال معاینه لوسیه، اونا راجع به بچگی جاش و عادتهای بچگی صحبت میکنن. بعد از اون پاتریک برای لوسی دارو مینویسه و از جاش میخواد که به عروسیش با میندی بیاد و لوسی رو هم با خودش بیاره. ولی به نظر میاد جاش خیلی مایل به رفتن نیست و رابطه خوبی با پدرش نداره. توی اتاق لوسی داره صداشون رو میشنوه ولی همین که صدای پای جاش میاد خودش رو به خواب میزنه. جاش یه لیوان آب بهش میده و اونا راجع به خانواده‌اش صحبت میکنن و لوسی متوجه میشه تمام اعضای خانواده جاش دکتر و جراحن به جز خودش. فردا صبح لوسی از خواب بیدار میشه و میبینه جاش داره خونش رو تمیز میکنه. حالا که لوسی از خواب بیدار شده و حالش خوبه، اونا خداحافظی میکنن و جاش میگه توی دفتر میبینمت. لوسی وارد دفتر میشه و دنی رو میبینه که با یه دسته گل منتظرشه و شروع میکنه راجع به موضوعات بی ربط حرف زدن. اون پشت میزش میره و یه شاخه گل رز و آب میوه توت فرنگی رو میبینه که جاش براش گذاشته. با دیدن دستخط روی کارت متوجه میشه که گل‌های رزی که براش اومده بود هم از طرف جاش بوده. لوسی که احساس عذاب وجدان داره و خودش رو به جاش مدیون میدونه، براش یه پک توت فرنگی میبره و میگه حاضر توی هر چیزی به جاش کمک کنه تا بی حساب بشن. حتی به عروسی داداشش بره و کنارش باشه، ولی جاش اصلا نمیخواد باهاش حرف بزنه. اون جاش رو توی یکی از اتاق‌ها هل میده و میخواد ببوستش، ولی جاش خودش رو عقب میکشه و ازش میخواد اول تکلیف رابطش با دنی رو روشن کنه و از اتاق خارج میشه. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ممنون میشم برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین و لایک کوچیک پایین صفحه رو بزنین. متشکرم. شب لوسی به یه قرار دیگه با دنی میره تا رابطش رو با اون به هم بزنه. بعد از اون سری به خونه جاش میره و میگه دیگه رابطه‌ای با دنی نداره. همون لحظه جاشون رو بغل میکنه و میبوسه. داخل خونه لوسی تمام وسایل جاش رو نگاه میکنه و یه سری کتاب پزشکی میبینه. وقتی ازش میپرسه، اون اعتراف میکنه که به مدت 1 سال به دانشگاه پزشکی میرفته. اونا به اتاق خواب میرن و رنگ دیوار روبروی تخت سبز بسیار زیباییه و لوسی رو متحیر میکنه. اونا روی تخت دراز میکشن و همو میبوسن. لوسی سعی میکنه بیشتر به جاش نزدیک شه ولی اون خودش رو عقب میکشه. این حرکت لوسی رو عصبانی میکنه و اون رو متهم میکنه که داره باهاش بازی میکنه. اون میگه دیگه نمیخواد با جاش باشه و از خونه خارج میشه. چند روز بعد لوسی در حال تزیین کردن درخت کریسمسه که زنگ خونه به صدا در میاد. اون در رو باز میکنه و جاش رو میبینه که دنبال لوسی اومده تا به عروسی برادرش برن. لوسی که هنوز ناراحته درخواستش رو رد میکنه ولی جاش میگه خانواده‌اش منتظرشونن. علاوه بر اون لوسی هنوز بهش مدیونه. اونا سوار ماشین میشن و جاش تعریف میکنه که وقتی از دانشکده پزشکی انصراف داده، پدرش خیلی ناراحت شده و دعوای بدی با هم داشتن. اونا به هتل میرسن و با اینکه 2 اتاق رزرو کرده بودن، فقط یه اتاق خالی موجوده و مجبور میشن هر دو توی یه اتاق بمونن. لوسی جلوی آینه در حال آرایش کردنه که جاش از حمام بیرون میاد و توی آینه به هم خیره میشن. اونا همو میبوسن و شب رو با هم میگذرونن. فردای اون روز آماده میشن تا به عروسی پاتریک برن. به محض ورود مادر جاش رو میبینن که به گرمی ازشون استقبال میکنه. بعد از نشستن روی صندلی، پدر جاش به سردی نگاهی میکنه و عصر بخیر میگه. بعد از مراسم عروسی، لوسی با میندی صحبت میکنه و عروسیشون رو تبریک میگه. در حین صحبت‌هاشون لوسی متوجه میشه که اون 1 سال با جاش رابطه داشته و این باعث تعجبش میشه. لوسی بیرون از مراسم توی بالکن ایستاده که جاش بهش ملحق میشه. اون از اینکه بهش نگفته با میندی رابطه داشته ناراحته، ولی جاش میگه خجالت میکشیده که این موضوع رو تعریف کنه. لوسی کنار درخت کریسمس ایستاده که مادر جاش بهش ملحق میشه و اعتراف میکنه که جاش ماهاست که راجع به لوسی صحبت میکنه و کار کردن با لوسی بهترین اتفاقیه که براش افتاده. چند دقیقه بعد لوسی به سمت میزی میره که جاش و پدرش اونجا نشستن. اون متوجه میشه که پدر جاش داره تحقیرش میکنه و میگه کار توی انتشارات به هیچ دردی نمیخوره. لوسی به طرفداری از جاش تعریف میکنه که تمام کار انتشارات روی دست جاش میچرخه و اگه اون نبود انتشارات نابود میشد و اینکه پدرش نمیتونه اینا رو ببینه جای تأسف داره. جاش و لوسی مراسم رو ترک میکنن و سوار ماشین میشن تا برگردن. توی مسیر جاش اعتراف میکنه که هرگز از لوسی متنفر نبوده و میتونه این رو ثابت کنه. اون لوسی رو به خونه خودش میبره و بهش میگه جلوی آینه اتاقش بایسته، جایی که دیوار سبز دقیقاً پشت سرش قرار میگیره.
جاش اعتراف میکنه که دیوار جلوی تختش رو به خاطر رنگ چشمای لوسی سبز کرده تا همیشه بهش نگاه کنه. لوسی وحشت میکنه و نمیتونه باور کنه جاش خیلی وقت بهش علاقه داره و قراره یکیشون کارش رو از دست بده. ولی جاش بهش اطمینان میده که همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته و فقط کافیه بهش اعتماد کنه. اونا شب رو با هم میگذرونن و صبح توی تخت جاش از خواب بیدار میشن. توی دفتر جاش و ریچارد در حال صحبت بودن که لوسی صدای اونا رو میشنوه که اعتراف میکنن رابطه جاش با لوسی فقط به خاطر شکست دادنش و گرفتن مدیرعاملی شرکته. لوسی سریع وسایلش رو جمع میکنه و به دیدن دنی میره. اون ماجرا رو براش تعریف میکنه و میگه احساس حماقت میکنه که اجازه داده جاش با احساساتش بازی کنه. همون لحظه جاش وارد میشه و میگه دنبال لوسی میگشته تا باهاش قهوه بخوره. ولی لوسی میگه اونقدر از جاش خوشش نمیاد که باهاش قهوه بخوره. مدتی بعد توی دفتر لوسی اعتراف میکنه که صحبت‌های اون و ریچاردو شنیده و اجازه نمیده با سوء استفاده ازش این بازی رو ببرن. مدتی بعد روز مصاحبه میرسه و لوسی تمام تلاشش رو میکنه تا بهترین ارائه رو انجام بده و مدیرعاملی رو به دست بگیره. بعد از تموم شدن مصاحبه وارد دفتر میشه و میبینه همه دارن به جاش تبریک میگن. پس حدس میزنه اون تونسته مدیرعاملی رو به دست بیاره. ولی جاش اعتراف میکنه که هفته پیش توی شرکت هارپر کالینز یه پیشنهاد شغلی گرفته و درخواستشون رو قبول کرده. اون به لوسی تبریک میگه که به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و لوسی متوجه میشه که چقدر دچار سوء تفاهم شده بوده. در آخر ما لوسی رو میبینیم که حسابی با کار جدیدش مشغوله و بعد از کار پیش جاش میره و فیلم در حالی تموم میشه که اونا همو میبوسن. خب دوستای عزیز، ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردین. این آخر 2 تا ویدیوی دیگه هم میذارم که اگه دوست داشتین اونا رو هم ببینین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.